حالا امیر من یه چیزی به تو بگم، مثلا اینجا تو کانادا از کشورهای مختلفم که میام، من 7 سال اینجا، با پسرا وقتی میخوای سکس کنی این پسرا اصلا احساس ندارن، خدا وکیلی راست نمیکنن. چجوریه جریان، موضوع چیه این سال؟ قرن که میره جدید، سالایی که جدید میاد مردم هی بی احساس تر میشن. عزیز چجوریه؟ من شما این کی رو ازش استفاده نکن، خب میفته دیگه هم بلند نمیشه. چرا اونو میگی؟ شما همین بازو تو هر رو برو باشگاه دنبل بزن، این بازو قوی میشه. شما بیا تناز رو، من خودم 1.5 ساعت تضمینی انقدر میکنم تا از 6 تا جر بخوری ارضا هم نمیشم. چه اعتماد به چرا؟ نفسی داری خدا وکیلی. چرا داداش؟ به خاطر اینکه من هر روز دارم از این استفاده میکنم، تمرینش میدم. داداش به خدا یه هفته من یه فابریک آورده بودم، درست میگی کیرم راست نمیشد. همه اینا به خاطر فابریک بازیه به نظر من. ولی الان مثلا آره دیگه، من خودم واقعا یارو دیگه چقدر من پس یه پاشو بیا قیمتم دیگه، می‌کنم. پاشو بیا کانادا ونکوور با هم دیگه یا یه ابوالفضل. کیکی چیزی بزنیم. آره میام، ولی من یه شب فقط میکنم، میدونی تو که بیا فقط، تو شب بیا. بعدی حالا باید حالا مشتری کردن رو بشید دیگه تقسیم بیفتید میکنیم، تو دنبالم. تشریف بیار. من تو این بیا کانادا مواد فروش ونکوور. هم داداش، من این همین مواد اون فروش هم دکتر عمل رو میکنم. میگی؟ دکتر یارو میره چیو؟ دکتر معاملش بلند نمیشده، آره. الان جا یارو میره دکتر کیرش راست نمیشده، میندازه رو میز، میای دکتر ببین، میگه خب چیه؟ میگه نه تو ببین. دکتره میگه چیه؟ میگه نه ببین چه ناس خوابیده. خیلی جوک بی نمکیه میدونم، باید تا تصورش نکنی خنده‌دار نی. نمیدونم چرا فقط این اسپانیشا و مکزیکیا سمت من بیشتر میان با این ایتالیایی ها. اصلا ایرانی ها و مثلا این عربا که آسیایی های خودمون اصلا سمت من نمیان تو این کشور. بوی دینامیت میدی؟ خب تو هم سمت اونا نرو دیگه تنها. آره نه دیگه بابا من راست بارها میگه. شده مثلا آسیایی ها رو خب دوست دارم، من مدلیسا رو دوست دارم. خب چیکار کنم؟ اصلا احساس میکنم ببین زمانی که من ایران بودم، خب تو تهران هر منطقهش میرفتم این بردار پسرایی که پسر بازی میکردم یا اتو میزدم اصلا پر از احساس بودم، من پر از اصلا به چشم شهوت نگاه هم دیگه میکردیم. ولی اینجا کسی به چشم شهوت نگاه هم دیگه نمیکنه، به چشم حس احساس یا سکس نگاه هم دیگه نمیکنه. خب میدونی داداش تو میخوای به چشم شهوت نگاه کنن؟ بیا برو داداش همون جایی که من میگم سهمت همون که پس میزدیه. شما بچه کجایی؟ یعنی چی بچه کجام؟ خب ایرانی اصیلم دیگه، بچه ایران به دنیا نه اومدم، نه، ولی تهران کدوم بزرگ شدم. محله؟ تهران بزرگ شدم. چرا بعد سلفچه من بویزرا؟ خوزستان جنوبی هم، جنوب به دنیا اومدم ولی تهران بزرگ شدم. کجا بزرگ شدی؟ کدوم محله الان؟ شمرون بودم، خب لواسون، الان بعد داداش اومدم شمرون، بعدش برو تو اومدم. شمرون یه دونه نه مانتو گفت تنگ 16 بپوش. متری، گفت 16 متری. نه ببین آخراش دیگه آقا گوش کن، اول حالا اب لواسون بودم. نداره آقا بقیهش بگو. اجازه بدید، اجازه بدید، اول خب لواسون آخه بودم تناس تو هفچه. 16 متری اونجوری باید خیلی هم عزیزم کار خب دارن، دارم خیلی هم میگم دیگه، عصبی تو یه نگاهت دقیقه میکنن. دندون رو جیگر بگی، درد که نداره دارم صحبت میکنم، هر وقت دردت گرفت داد بزن. به این زمانی که من تهران اومدم شمرون و لباسون یه زمان زندگی کردم، بعد اومدم میدون فاطمی گلها و ولیعصر، بعدش اومدم فردوسی باغ سپهسالار منوچهری، بعد اومدم سمت رسالت و 16 متری، بعد آخرین جایی هم که سلطان من بودم گو میدون خوردم سپاه بود اشتباه. عزیزم، من بله. گو خوردم گفتم بچه کجایی. میخواستم یه چیز دیگه بگم. حالا مثلا همون شمرون ما حساب میکنیم. شما خب الان برو شمرون آها. آخه یه الان اینجا دونه ما. شمرونی ما داریم، هیچ احساسی نداره همین جان. آقا کی اونجا الان تو نه. ونکوور یه مرد به چرا من حرف معرف. منو گوش نمیدی؟ بفهم. میگم شما برو شمرون، نه شمرون هم ولش کن، بیا برو همون مجیدیه یه مانتو تنگ بپوش داداش، یه آرایش غلیظ بکن، اگه با چشاشون نکردنت هر چی خواستی به من بگو. منم همینو خواستم. خب من اون زمان آره بودم، زمانی که از ایران میخواستم بودم ایران سال 2010 اومدم بیرون. خب اون زمانی که بودم من خیلی دوست پسر داشتم. خب آره عالی بود،
خیلی هم دوستای خوبی داشتم. خب ولی من میخوام الان بگم الان اونجوری نیستش ایران تو فکر میکنی، الان اون شکلی نیست. نه فقط ایران، تمام کشورها اینجوری شده. نمیدونم دلیل چی شد، چرا اینجوری شد یهو جریان اصلا همه چی عوض شده. یکم توجه کنیم میفهمی که من چی میگم، که چرا تغییر کرده علاوه شهوت و فکر و احساس. تناز یه سوال دارم. عادی بله شده